به همه شما دوستان و مخلصان سامانه فرهناز لایف. سرپرست ویدیوهای ما شرکت یک ایکس می باشد. در آنجا همه وقت کانفیسنت های بلند و بونوس های گوناگون شما را انتظار است. همچنین نفرهایی که تا حال رجیستراسیون نشده است می توانند در اولین پرداخت با پروموکد فرهناز لایف صاحب 8000 سامانی بونوس کردند. سیلکه بازی در کامنتاری این ویدیو. در دوره طلبه مکتب بودید، شما رو مسخره میکردن، چگونه بود برای شما؟ برای من بینی‌ها دهشتناک بود، بینی‌ها دردناک بود. من رفتم به خونه و گریه میکردم، میشتم در خونه که من به مکتب نمیروم. مدت دارم باز اولین استادی من بینهایت از خوزی دوست میدارم. نگینه امون خوباوه رو اپای نگینه اگر زمان انا همین برنامه رو تماشا کردید خواهش میکنم از شما با همین دو درک ما همکاری کنید. سلام باشید. این افتخار میشد برای من که با این شخص، با این هنرمند اصیل، امروزها هنرمندان زیاد شدن. خود در همین آخر برنامه 4 مصرع برای همچنین فرهناز یا که دخترک من رویا 4 مصرع از خودت ایجاد نما. رویا طاهرزاده، یک طفلک آزاده، اقبال برای او دارد دری بگشاده. شاد است و قناعتمند از مادری خدا داده، بر امر وطن مادر آینده می شود آماده. بهترین تشکر زیاد حتما. سلام به همه شما دوستان عزیز. من برای شما شرکت شفا فرما را پیشنهاد می نمایم. حجامه بپول در شهر مسکو برای هم زنها و هم مردها، گیاها برای سنگ گرده، معده، دل و اینچنین کرم ها برای نیست کردن مرشینه، نیست کردن داخای روی، اینچنین گیاها برای سفید شوی روی و پسریازم. دستافک به تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان و روسیه رایگان است. سلام و درود اهل پیوند سامانه فرهناز لایف را به هر یک شما میرسانم دوستان عزیز. امیدوارم که همه شما خوب هستید، سلامت هستید و امیدوارم که برنامه های ما را انتظار بودید و ما امروز برای هر یک شما، برای بلده خاطر شما دوستان عزیز دعوت نمودیم در برنامه یکی از جوان هایی که قدم اولین خود را نو ماندن برای در راه ژورنالیستی و همکاری دارن با زیادی از سراینده ها، چون که متن شعری می نویسد به خاطر سراینده ها، برای سراییدن سراینده ها. بار میکنه من چندین برنامه هایشان را تماشا کردم. ایجادش، یعنی که تالانتش، آن استعدادش به نهایت به خودش موفق است و امروز دعوتش کردیم به خاطر صحبت، چون یک ماه زیاد بود ما رو انتظار بود به خاطر دعوت کردن برای در برنامه. امروز ناگفته های دل خود رو میخواد که بهر مخلصانش بگوید و چی نقشه ها دارد در آینده بهر مخلصانش پیشنهاد نماید. زبیدالله صمدزاده است امروز در برنامه آزادی ما. شما را خوش آمدید میگم. سلام باشید افاجان، تشکر برای دعوت. سلام خود رو با شما و بعداً به تمامی تماشاگران کانال فرهناز لایف میرسونم. سلامت باشین. زبیدالله، چه سبب شد که خواستی در برنامه من در فرهناز لایف اشتراک کنی و صحبت نمایی؟ سبب اولین بود. اکو سبب ها خیلی زیادند و میگوید شاعر بزرگ که به آن کاری که همت بسته گردد اگر خاری با گل بسته گردد. هر یک انسانی که وابسته به شرایطش، وابسته به استعدادش، یک استعداد خود دارد و میخواهد که آن را رشد و رونق دهد تا دیگران از استعداد وی واقف شوند. و من خواستم که طریق برنامه شما همین استعداد و احساس دل خود را، ناگفته های خود را بهر مخلصان و بهر هواداران خویش ابراز داشته باشم. دادر جان، اولین برنامه است که شما اشتراک دارید؟ نه، من در چندین برنامه‌های تلویزیونیش اشتراک کردم. برنامه‌ای که صحبت برای شخصیت خودشون رو معرفی کردن اولین برنامه است. بله اولین برنامه. این است چهره انا همین زبیدالله، اولین در برنامه فرهناز لایف. زبیدالله جان، درباره خودت اول کم معلومات بهر مخلصان که مخلصان شما را شناسن پرتر. من زبیدالله صمدزاده 15 اکتبر 2002 در دهه کردامانی جماعت باقر هندوده ناحیه رشت به دنیا آمدم. سال 2009 مؤسسه و صنف یکم مؤسسه تحصیلات میلیونی رقم کشیده آمدم. سال 2019 آن رو ختم کردم. این حال دانشجوی کورسی دومی دانشکده آموزگاری تهران در ناحیه رشت میباشم. حاضر به کدام کارها مشغول هستی؟ حاضر با همراهی یکچند هنرمندان در متن سرودیان‌ها همکاری میکنیم و از پی ایجاد هستم. به نزدیکی کتاب اولین من با نام احساس دل روی چاپ آمد که
عین حال در فروش است. بهترین زبیدالله چرا محض انتخاب کرده احساس دل از دل رنج داره؟ البته هر یک شخص در زندگی یک شکست دیده شکستی البته دیده است و من خواستم که همون احساسی که در دل من نهفته است چرا احساس روی دل میگه کاغذ ولی بیارم. بخنده اکنون هست در زندگی لحظه های شیرین است و لحظه های تلخ. شما نه به فکرم 20 یا 21 سال بله، است 20 در این سالم. سال کوچک شما چی غم دیده که احساس دل میگه؟ راستی که من از بسیاری نفران از نزدیکانم بسیار شکست ها دیدم. مثلا چی شکست؟ این در پس پرده بودن بهتر میشه. چون این نگفته های دل شما از احساس دل چی رنجش دیده اید که امروز انتخاب کردید احساس دل مانده؟ برای شما کمک کرد وقتی احساس دل چاپ کردید کتاب خود رو برای شما آرامش بخشید؟ البته کمی بود آرامش بخشید. من همان احساس دلی که در خودم بود، حرف های نگفته در دلم نهفته بود، روی کاغذ آوردم و بهر خواننده بهر مخلص پیشنهاد کردید. خب کتاب شما از شعرها عبارت است؟ از شعرهای وطن دوستانه و غزل های عشقی و پس یکم 4 مصرع یا 8 مصرع بهر مخلصان پیشنهاد میکردید، اما همون که بسیارتر باشد از دل خودتان، از احساس دلی که شما روی کاغذ آوردید باشد. من شعری که به خودم بنیاد پسند است، اولین شعر من است. شعری که به خودم پسند است اولین شعر من است با نام نبقلم هستم خدایا تیز بین ما خامم، تا به دست خویش بنویسم 101 نامم. شوق شعر و شاعری اندر دلم جا کرده است، این بهار آرزو در سینه وا کرده است. میبرد اندیشه هایم را خیالات فزون، بر جهان شاعری و عشق و افکار و جنون. خامه در دست و دفتر در بغل دارم مدام، تا نویسم قصه ها از وضع احوال ایام. تا بگویم وصف آن کوه و صحرا آفرید، دوستدار خالقی هستم که ما را آفرید. در ره آن خالقی به مثل رحمان و رحیم، جان فدا سازم اگر خواهد خداوند کریم. تا ابد این شمع را مانند یک پروانه ام، در ره حق یک زبیدی به خود و دیوانه. بهترین تا حالا با کدام سراینده ها همکاری دارید؟ من با سرویناز یوسفی، با لیلی کریمова، با مهرانه خیردین، با کمیله رحیمova با همکاری دارم و یک متن سرود نو یک چند روز پیش برای امیدجان برهان بهترین ایجاد ساختم که انشاءالله به نزدیکی منظورم سامنے میگردد. یعنی که شما آنها از شما شعرهای شما را میخوانند. کدام شعرهای شما را بیشتر همه سرانده هایی که سرناز یوسفی، کمیله رحیم و لیلی، کدام سرودهایتان را بیشتر میخوانند؟ راستی که بیشتر در وسط رشت غرمی بچه به من پیشنهاد بنهایت زیاد شد. من در همون مورد سرود می نویسم و به همین نفرانی که نامبر کردید به همین را در وسط غرم سرود نویسم. بهترین. حالا ما در یکم تلویزیون کار میکنید بیان که در سامانه خود را دارید؟ البته من در اینستاگرام سامانه خود را دارم. پیشنهادها بود خیلی زیاد بود، پیشنهادات از اداره علم و معرفت تلویزیون تاجیکستان، پیشنهاد از تلویزیون علم و معرفت. من راستی تجربه آموزی کردم و لیکن از بس که شرایط زندگی کردن در دوشنبه نبود اصلا همین سبب کار کردن نتونستم و امیدوار هستم ان شاء الله در آینده آینده نقشه های شما چیست؟ هر یک ایجادکار، هر یک جوان در به خود یک آرزو دارد، یک هوس دارد. در دل من میخوام در آینده تا جشن 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان کتابی بهترین دوم خود را با نام نوای استقلال روی چاپ بیارم و برای وطن عزیز خدمت نمایم. بهترین. خوب میگفتید که از چند سالگی شما شعر می‌نویسید؟ من راستی از صنفی نه بودم شعرهای کودکانه می‌نوشتم. اکو و مکتبی که من تحصیل می‌کردم از مرکز ناحیه دور است. این استعداد خود شما بود با یا که هوا و هوس؟ این عصبی که من در وقت صحبت آزاد نقصان زبانی دارم. من در وقتی که در مکتب در دانشگاه مردم جوانان امروزه چخل گویم و مثل مسخره میکنن یک نفر رو
همین خیلی میکردن من رو. وقتی که در دوره سخن طلبه می‌کردن. مکتب بودید شما رو مسخره میکردن چگونه بود برای شما؟ برای من بینی‌ها دهشتناک بود، بینی‌ها دردناک بود. من رفتم به خونه و گریه میکردم، میشتم در خونه که من به مکتب نمیروم. مدت دارم باز اولین استادی من، اولین شخصی که برای من زندگی شاهانه را فراهم ساخته از این مادرم بود. با سخنهای زیبایش با من روحیه میبخشید. باز من به مکتب میومدم و خوشبختانه همه این مشکلات ها رفت شد. من توانستم که در بین مردم، در بین جمعیت آبرو و نفوذ خود را پیدا کنم و قدم های استوار گذارم. شما از مادر حرف زدید، چرا از پدر حرف نزدید؟ البته این پدر شخصیتون خاندان است، شخصیت زندگی است، ولی پدر من بسیارتر در خارجه ها است، در فدراسیون روسیه. همراه شما هست؟ البته هست و من دوست می‌دارم پدرم رو. دوست می‌دارم و چرا او؟ دوست می‌دارم و لیکن زیاد که با مادرم هستم، مهر به مادرم زیادتر دارم. البته آن پدر است، شخصیتون خاندانی ما است، ستون خاندانی ما است، تربیتگری ما است، لیکن بسیارتر در خارجه است. کم می‌بیاد می‌ایستد و می‌رود. از همین سبب ما با مادر که بسیارتر عادت کردیم. مادر من در زندگی بینی‌ها شکست‌های زیادی است و نه وابسته به این یک زن قوی هست، توانست که راستی گپ مادرم توانست که خود را چه بگم مستحکم کند، خود را دارد در خانه، کار خانه و همه اکو پدرم خیلی که از موجود است، با ما در تماس است، از همه جهت یاردم میکند. ولی در روسیه که کارهای زیاد هستند، از همین سبب بسیارتر در آنجا است. اگر شما به جای آینده شما پدر میشوید ان شاء الله، برای فرزندان خود اگر تمام شرایط های زندگی را فراهم آرد و دور باشد کدامش را توصیه میدهید؟ چگونه رفتار میسازید؟ چون پدر شوید اگر مثل پدر خودتون رفتار میکنید که چگونه است؟ البته هر یک فرزند در دل آرزو دارد که با پدر خود زندگی کند. بله. چون که نوازش پدر دیگر است، نوازش شیرین پدر دیگر است و من در آینده خدا خواهد اگر فرزنددار شوم ان شاء الله به نزدیکی توی دارم. بهترین حتما میروم. صاحب فرزند شدم ان شاء الله کوشش میکنم که شرایط‌های فراهم سازم که توانند آنها تحصیل کنند آزادانه و در آینده در دانشگاه‌های دلخواه تحصیل کنند و چون که در سال امروز دوشنبه جمهوری ما آباد شده است. بله. جوانان میتوانند در دلخواه دانشگاه عالی جمهوری، بله، حتی بیرون از جمهوری تحصیل علم نمایند. بله. و در آینده فرزندانم با کمی هم باشد به مثل من در جمعیت سهم خودشون رسونن. بهترین برای از دوری از پدر اگه مثل شعر نویسنده از دوری از پدر نه خوندم لیکن درباره پدرم هست. مرحبا. درباره خود پدرتون. مرحبا. ای چراغی در شب تارم پدر، راهنمایی در برم بالم پدر، با شدای سرفراز جان و دل ای ستون خاندانم جان پدر، باشی با مادر همیشه جاویدان، ماهتاب در شب تارم پدر، لذتی دیگر دارد زندگی پرپیچ و تاب، با تو ای جان و دلم جانم پدر، با تو خندم بی تو گریم ای چراغ زندگی، با تو فخرم با تو نازم ای پدر، چون زبیدالله تو از قلب و جانش گفته است، تا که باشم من به دنیا در برم باشی پدر. بهترین اینجا میرسیم به فرجام برنامه، چون هر آن سوال هایی که برای ما و مخلصان در کاری بود ما برای شما دادیم و چی سخن هایی که در دلتان هست نگفته ها که نگفته برای مخلصان ما نقشه هایتان را میگوید و اینکه یکم دلتان حالا سخن های زیاد دارد ما جمع بس کردیم برنامه را. مرحمت. البته سخن های دل زیادن بینی‌ها دردناک و هم سخن های غمگین کننده هم به قلب تسکین دهنده خرسند کننده بینی‌ها زیادن، اما چه کنیم که وقت کم است. بله. خب شما اینقدر از غم گفتید، پدرتان هست، مادرتان هست،
ягона мардуме ки шуморо дар давраи мактабӣ механданд ин лагнати забонӣ бале буд. бале бале лагнати забонии шумо буд ки ман фикр мекунам вақте ки ҳар як инсоне ки ба дунё меояд ягон кас беайб нест, бекамбудӣ нест ба ҷуз як худованд. аз ҳамин сабаб бояд аз ин чизо мурӯ афтода нашавем. бале бале бо мурури замон медонам ки давраи мактабӣ давраи хеле кӯдакӣ аст, бале бале гузашта нест, вале имрӯзҳо чӣ дарду ҳам дорад ки аз дард мегӯяд? имрӯзҳоро ростгап он қадар акӯ то чанде калон шавӣ ташвишҳо зиёд мешавад. вале ташвишҳо дар нимароҳи албатта зиндагӣ. дар оли акӯ ташвишҳои зиёдтар дар пеш аст. бале баъд аз ойладоршавӣ ман фикр мекунам ки бале албатта лекин ҳозир зиндагиам нағз аст. Бо падарам ҳам дар робита ҳастед, алоқа албатта ҳастед? айни ҳол зиндагиамон хеле хуб аст. Бо падарам дар робита ҳастем, албатта бо модарам, бо хешум наздикон мекунам. Ин барои ман беҳтар аст, як давлати бузург аст. Вале ногуфта намонад ки ман нуқсони забонӣ ки дорам дар ҷамъият, ман дар вақти суҳбати озод ин хел ҳастам. Дар вақти шеър хондан, баромад кардан ман нуқсонам маълум нест. ман дар ҳама чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, ноҳиявӣ беҳтарин ровӣ ҳастам ва соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳидонаи аз номинатсияи иҷоди назм дар даври ҷумҳуриявӣ роҳхат ёфтам, аммо бо баъзан мушкилотҳои оилавӣ натавонистам ки дар даври ҷомеа иштирок кунам ва ин сол ният дар даври аввал иштирок кардам ва иншоалло то даври ҷумҳуриявӣ иншоалло беҳтарин. мо умедворем ки шумо ҷои аввалро сазовор мегардед. беҳтарин. як бори дигар хуш омадед ба барномаи мо. саломат бошед. оянда нақшаҳоятон чист? оянда як мехоҳам китобҳои зиёд чоп кунам. беҳтарин. бо дигар сарояндаҳо ҳамкорӣ кунед? албатта бо дигар бисёртар кадом сарояндаро мехоҳед ки бо он кас ҳамкорӣ кунед? ман бениҳоят асхозӣ дӯст медорам, Нигина Амонқуловаро. апай Нигина, агар замони ана ҳамин барномаро тамошо кардед, хоҳиш мекунам аз шумо бо ҳамин дудараки мо ҳамкорӣ кунед. саломат бошед. ин ифтихор мешавад барои ман ки бо ин шахс, бо ин ҳунарманди асил, имрӯзҳо ҳунармандон зиёд шуданд, лекин ҳунарманди асил нест. ҳунарманди асил он касе аст ки шеъри ӯ, суруди ӯ мазмун дорад, муҳтаво дорад, оҳанг дорад. ҳамон чӣ хел гӯям, ҳама дарду алами зиндагӣ ҳаст. ман бештар аз ҳамон дарди дили мардум, аз дарди дили мардум ҳафзанам дар рӯи коғаз менависаму баҳри сароянда ифшо мезодам. ҳастанд сарояндаҳое ки мегӯянд иҷаша тағйирте, уҷаша тағйирте, яку ҳастаю. баъд ман ба он кас мефаҳмонам ана ихел то ки дар дили мардум ҷо шавад, суруд ба дили мардум наздик шавад. бале ҳамин аст мақсаду ҳадафе ки вақти қад сароянда кор кардӣ, ҳангоме ки суруда гӯш кардӣ, баъд бугӯ ки матни маҳай, бугӯ ки як кас гӯш кард, матна аввал гӯш мекунад, баъдан овозе ки чӣ гуна овоз аст. аввалан ин матн беҳтарин рол аст бигем, агар дар амон хондани сароянда ин муҳимтарин чиз аст. пас ман боварӣ дорам ки Нигина Боно бо шумо ҳамкорӣ мекунад. дар оянда барои корҳои шумо ман муваффақиятро хоҳонам. ҳоло шумо нав дар 20-21 қадам мондед. худо кунад ки ба тамоми ана ҳамон орзую нияти неке ки доред дар дилатон бирасед. чун замоне расад ки маро бинед гӯй апа фармуз аввалин барномае ки ман иштирок кардам барномаи шумо буд. саломат бошед. имрӯз агар ки бо ҳар чандам ки бошад аввалин барномаи шумо буд, вале то ин замон ман омада расидам. вале фаромӯш кунед ана ҳамон дарду ғаме ки гузашта. гузаштаҳо аллакай гузашта. оянда ки наёмадааст мега алло фарёдаш накун. пас ҳар он чизе ки ҳаст дар зиндагӣ ман бояд шукргузор бошем. باید زندگی رو دوست داریم و قدم به پیش فقط حرکت کنیم، چون کی میدونه که آینده پدر و مادر از ما امید دارن. باید آنها رو نگاه کنیم، فرزندان رو باید خونیم، پوشانیم. این است انا همین شیرینی زندگی. یک بار دیگر خوش آمدید. شاد هستم که سخنهامون به نهایت آزاد رفت. حتی در بین یکم سکونده، یکم دقیقه تنفس نشد. سوال‌ها پیچ تاب نخوردن. تشکر زیاد. در کارهای آینده‌تان بود. سلامت باشید. یک شعر خواندم. مرحبا.
فقط قدری مرا این بام و در این خانه میداند، تمنای دلم را آن گل یک دانه میداند. بهتره. و یادش سوختم در آتش سوزان درد و غم، همانا سوزش جان مرا پروانه میداند. همه جاه و جلالم بر سری زلفش به غارت رفت، فقط این حال زارم را کسی به خانه میداند. محبت کردم و اما ندیدم ذره مهری، و هر پیچ و خم افتادنم را شانه میداند. زبید زار می نالد ز داغ و سوزش هجران، دوای درد و تقدیرش فقط جانانه میداند. بهترین خود در همه آخر برنامه 4 مصرع برای همچنین یا فرهناز یا که دخترک من رویا 4 مصرع از خودت ایجاد نما. رویا طاهرزاده، یک طفلک آزاده، اقبال بر روی او دارد دری بگشاده. شاد است و قناعتمند از مادری خدا داده، بر امر وطن مادر آینده می شود آماده. بهترین تشکر زیاد. حتما اسم مصرع ما در سایت اجتماعی روان کنیم. بهترین. خوب دوستان عزیز، این بود برنامه آزاد با زبیدالله. باور دارم که به همه شما پسند آمد، زیرا که برای من خیلی پسند آمد. بهترین صحبت آزاد بود. برای کارهای آیندهش موفقیت میخوانیم. تا برنامه های دیگر، خیر.